سلام، توی جلسه 24 از فصل مقدمات کامپیوتر هستیم. از جلسه پیشی اسکی رو شروع کردیم که میشد دستورالعمل استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات. یه تقسیم بندی نچندان درستی هم روی اسکی انجام دادیم که گفتیم یه استاندارد اسکی داریم و یه اکستندد اسکی داریم. استاندارد اسکی رو توی جلسه قبلی در رابطه باش صحبت کردیم و اکستندد اسکی رو هم میخوایم توی همین جلسه بررسیش کنیم. فقط حواستون باشه این تقسیم بندی درست نیست و نباید از کلمات استاندارد یا اکستندید قبل از اسکی استفاده کنید. و یه مقدار که توی همین جلسه رفتیم جلوتر بهتون میگم که دقیقاً به این کدینگ ها چی باید بگید که اشکال نداشته باشه. اسکی مخفف American Standard Code for Information Interchange و طبق تقسیم بندی خودمون یه استاندارد اسکی داریم که 7 بیتیه و میدونیم که با این 7 بیت میتونیم 2 به توان 7 تا حالت غیر تکراری بسازیم که میشه 128 تا حالت غیر تکراری. و اگه به این حالات غیر تکراری به دید اعداد بی علامت نگاه کنیم، اعداد 0 تا 127 با این 7 بیتمون قابل نمایشه که این 0 تا 127 تمون تقسیم میشد بین کدای کنترلی و همینطور کاراکترهای قابل چاپ. در رابطه با اکستندد اسکی این 8 بیتیه و میدونیم که با 8 بیت میتونیم 2 به توان 8 تا حالت غیر تکراری بسازیم که میشه 256 تا حالت غیر تکراری. و اگه به این حالات غیر تکراری به دید اعداد بی علامت نگاه کنیم، با این 8 بیتی که در اختیار داریم میتونیم اعداد 0 تا 255 رو نمایش بدیم که حالا این خود 0 تا 255 باز تقسیم میشه به 2 تا بازه 0 تا 127 و همینطور 128 تا 255. تیکه اولش که 0 تا 127 باشه دقیقاً همون استاندارد اسکیه که توی جلسه قبلی دیدیم و تیکه دومش که 128 تا 255 باشه اضافه میاد و میتونیم توی این اضافه ها کاراکتر مربوط به بقیه زبون‌ها رو اضافه کنیم که بتونیم با بقیه زبون‌ها هم کار کنیم. البته این که میگم اضافه کنیم، ما اضافه نمی‌کنیم. اومدن کدینگ‌های مختلفی این تیکه دومو اختصاص دادن به حروف الفبای زبون‌های مختلف و اسم خاصی دارن که ما میگیم آقا از کدینگ فلان استفاده می‌کنم. و در نهایت میدونیم که تیکه اولش اسکیه، تیکه دومش هم اون کدینگ مشخص کرده. حالا این مقدار میریم جلوتر بهتر متوجه داستان میشید. بریم یه نگاهی به اکستندد اسکی بکنیم. اکستندد اسکی طبق همون چیزی که بهتون گفتم، تیکه اولش که 0 تا 127 باشه دقیقاً همون استاندارد اسکی که توی جلسه قبلی بررسی کردیم و 0 تا 31 و خود 127 میشد کدای کنترلی، 32 تا 126 هم میشد کاراکترهای قابل چاپ. خب این نیمه اولش. بریم سراغ نیمه دومش. نیمه دومش که 128 تا 255 باشه خالیه و کدینگ‌های مختلف میان و واسه این جاهای خالی کدای زبان‌های مختلف رو قرار میدن که بتونیم با زبان‌های مختلف هم توی کامپیوترها کار کنیم با واسطه اون کدینگی که اومده و این تیکه دوم رو واسمون تعریف کرده. خب بریم سراغ اولین کدینگمون که ایران سیستمه. سال 1366 یا 65 شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم اومد و واسه این که بتونن با زبان فارسی هم توی کامپیوترهای اون موقع کار کنن، چون پشتیبانی نمیشد که، این کدینگ رو مشخص کرد. گفت که آقا تیکه اولش که همون استاندارد اسکی، تیکه دومش که اضافه میاد، اگه 8 بیتی به داستان نگاه کنیم، میایم توی این تیکه دومش حالا اون چیزایی که توی زبان فارسی بهش نیاز داریم اینجا اضافه میکنیم و میگیم آقا هر وقت خواستید با زبان فارسی توی کامپیوترها کار کنید، این کدینگ رو که ایران سیستم باشه تعریف کنید و ازش استفاده کنید و مشکلی هم ایجاد نمیشه تو کل کشور. این کدینگ توی دهه‌های 60 و 70 به صورت کلی که نه همش دیگه کامپیوتر اون موقع زیاد چیزی نبود که استفاده گسترده داشته باشه، توی ادارات و سازمان‌ها و اینا بوده، همشون هم از این کدینگ تبعیت میکردن و مشکل ایجاد نمیشد. حالا این کدینگ رو نمیخوایم زیاد وارد جزئیات بشیم، چه این کدینگ چه کدینگ هایی که میخوایم جلوتر بهتون بگیم، فقط در حد یه آشنایی کافیه. نگاه کنید اینجا اومده اعداد فارسی 0 تا 9 رو تعریف کرده که مشخصه دیگه، 0 میشه 128 و همینجور میره جلوتر، دیگه نیومدیم معادل عددیشو بنویسیم دیگه، متوجه داستان شدید. همینطور اومده حروف الفبای فارسی رو هم تعریف کرده، ولی خب یه مقدار عجیب غریبه دیگه، نه؟ اومده واسه هر کدوم از حروف الفبا چند تا شکل مختلف رو تعریف کرده. گفته مثلا ق 4 تا شکل متفاوت داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که
کار کردن با زبان فارسی به اون راحتی های زبان انگلیسی نیست و حروفش توی فارسی میتونه به هم بچسبه و این چسبیدن حروف باعث تغییر شکل اون حرف و تغییر نمایش اون حرف میشه. مثلا اون قی که حالا توی این مثال داریم اگه اول کلمه باشه به یه شکلی نوشته میشه، اگه وسط کلمه باشه به یه شکلی نوشته میشه و دیده میشه و اگه آخر کلمه باشه به یه شکل دیگه نوشته میشه و در نهایت ممکنه که حتی کنار هم قرار گرفتن حروف مختلف باعث تغییر شکل نوشتاری حروف هم بشه. مثلا این قی آخری مال وقتاییه که این قیمون نمیچسبه به حرف بعدی یا قبلیمون. پس این چالش ها هم وجود داره و این کدینگ ایران سیستم اومد و واسه حل این مشکل گفت که من واسه هر کدوم از شکل‌های نوشتاری متفاوت یک کدی اختصاص میدم. میگم قی که اول کدش این باشه، قی که وسط کدش این باشه و همینطور رفت جلوتر واسه بقیه کاراکترام همینطور. بغل بعضی از کاراکترام چیزای عجیب غریبی از فعلا کاری نداشته باشید، مال همون اتصال حروف به هم دیگه است. این وسط ها یه چیزایی هست که یه چند تایشون مال اون سیستم عاملای اون موقع که داس بودنه، یه چند تایشون واسه کار کردن با متن. مثلا این NBSP که این پایین سمت راست هست نان بریکینگ اسپیس پوینت، مال وقتایی اسپیس پوینت چیه؟ نان بریکینگ اسپیس، مال وقتایی که حالا میخوایم یه فاصله ایجاد کنیم که این فاصله حق نداره بشکنه و به خط بعدی انتقال پیدا کنه، از این NBSP استفاده میکنن. نیازی نیست حالا دقیقاً بدین هر کدوم از اینا چیکار میکنه، فقط یه نگاهی به این جدول بندازید ببینید که چه جوری اومده و پشتیبانی از زبان فارسی و تو این کدینگ مشخص کرده که کامپیوترها بتونن از زبان فارسی هم پشتیبانی کنن. خب این ایران سیستم بود. بریم سراغ مشکلاتش. توی دهه‌های 60 و 70 استفاده میشد، کار فوق‌العاده ارزشمندی هم بود، چون اون موقع اولین کسایی که اومدن زحمت این پشتیبانی از زبان فارسی به کامپیوترها اضافه کردن همین شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم بود و در نهایت هنوزم که هنوز کار ارزشمندیه ولی دیگه ازش استفاده نمیشه. خب حالا بریم سراغ مشکلاتش. ذخیره سازی دیداری بود ایران سیستممون، یعنی بر اساس همون ترتیب نمایش چپ به راستی که انگلیسی بود اینا حالا نمایش و چه ذخیره سازی رو انجام میدادن به جای ذخیره سازی مفهومی. البته این مشکلی بود که اقتضای اون موقع بود توی دهه 60 و 70 و چاره‌ای جز این نداشتن ظاهرا. حالا من دقیقاً با این کدینگ کار نکردم که بدونم چه جوری کار میکنه و این مشکلات رو از ویکی‌پدیا برداشتم فقط واسه اینکه یه حسابی دستتون بیاد ببینید که آقا چه مشکلایی بوده و چرا حالا کنار گذاشته شده و چه چیزایی جایگزینش شده. مشکل بعدی چند نمادی بودنه. همونطور که دیدیم واسه ق 4 تا شکل نمایش متفاوت اومدن و تعریف کردن. توی کدینگ‌های جدیدتر واسه هر کدوم از حروف فقط یه دونه کد اختصاص دادن و اینکه حالا این حرف چجوری نمایش داده بشه دیگه وظیفه کدینگ نیست، یا وظیفه فونت یا وظیفه اون نرم افزار پردازشگر متن. حالا من دقیقاً نمیدونم وظیفه کدومشونه، فونت یا نرم افزار پردازشگر متن، ولی فقط میدونیم که دیگه وظیفه کدینگ نیست. کدینگ فقط یه ق میاد اختصاص میده، حالا شکل نمایشش ممکنه فرق بکنه و کدینگ باهاش کاری نداره. مشکل بعدی کمبود برخی نویسه هاست، مثل همزه روی حروف، گیومه، نقطه ویرگول. دلیلش هم اینه که آقا چند نمادی بود دیگه. اگه واسه ق فقط یه دونه کد اختصاص داده بود اون ستای دیگر رو میتونست واسه نویسای دیگه اختصاص بده، ولی خب چاره ای نبوده، مجبور بوده چند نمادی باشه و بالاخره این 128 تا 255 کم می اومده دیگه، جا نبوده که بخواد نویسای بیشتری رو بهش اضافه کنه. نداشتن کد گریز مورد تایید ایزو برای ترکیب متن‌های غیر از فارسی و انگلیسی. حالا اینو دقیقاً نمیدونم که چرا اومده این حرفو زده. کد گریز منظورش اینه که آقا وقتی می‌خوای متن‌های مختلف و زبان‌های مختلف رو با هم ترکیب کنی به مشکل نخوری. حالا چیزی که اینجا گفته مثل اینه که زبان فارسی و انگلیسی مشکلی نداشته و میتونستیم ترکیب کنیم. حالا ممکنه کد گریز داشته باشه ولی خب مورد تایید ایزو نباشه، اون سازمانی که میاد استانداردهای ایزو رو تعریف میکنه. ولی در نهایت زیاد مشکل عجیب غریبی نیست، چون دیگه ایران سیستم تیکه اولش انگلیسی بود، تیکه دومش هم فارسی بود دیگه. میخواستن چیکار کنن؟ چه زبانی دیگه این وسط استفاده کنن؟ خب چه جوری اصلا استفاده کنن؟ البته حالا ممکنه شاید دلیل منطقی داشته باشه واسه اینکه این مشکل رو توی ویکی‌پدیا اضافه کردن. میگم که من با این
ایران سیستم که کار نکردم، که اصلا اون موقع به دنیام نیومده بودم و تنها چیزی هم که حالا ازش در اختیار داریم همین صفحه ویکی‌پدیا است. توی سایت خود صنایع الکترونیکی ایران سیستم هم چیزی پیدا نکردم. البته شما برید نگاه کنید، هم ببینید که توضیحاتی در رابطه با این ایران سیستم دادن یا نه، و همینطور هم یه نگاهی به این کارهایی که تو این دهه‌ها انجام دادن و خیلی کارهای قشنگ و ارزشمندی بوده بندازید، بد نیست. خب مشکل بعدی گسترش ناپذیریشه. کاری به مشکل نداریم. در نهایت این مشکلی بود که از ویکی‌پدیا آوردیم و نکته خیلی مهمتر اینه که با اینکه این ایران سیستم دیگه امروز استفاده نمیشه، ولی ممکنه که برخی از برنامه‌ها و اسناد تحت ویندوز یا داس که مال قبل تر بودن، مال دهه 60 70 بودن، هنوز موجود باشه. توی سازمانی برید مشغول به کار بشید که مثلا سازمان قدیمیه و اسناد آرشیویشون مثلا با کدینگ ایران سیستم باشه، به شما میگن آقا برو اینو پرینت کن بگیر بیار، و میل پرینت می‌کنی، یه شکلای عجیب غریبی نوشته، متوجه داستان نمیشی. و حالا اینکه بدونی اون موقع ایران سیستم بوده، میدونی که این مشکل اینه و میتونی مشکل رو راحت‌تر حلش کنی. حالا چجوری حلش میکنن؟ یه سری تبدیلای وجود داره، برنامه‌ای که این تبدیل‌ها رو انجام میده، میگه آقا از ایران سیستم تبدیل کن به کدینگ‌های جدیدتر و در نهایت بیا واسم پرینت کن. البته اکثر سازمان‌ها برنامه‌ها که هیچی دیگه، برنامه‌های مقصر استفاده نمیشه. مثلا برنامه‌ای که تحت داس بودن دیگه تو این سیستم عاملای امروزی اصلا قابلیت اجرا ندارن، خودشون هم بکشن نمیتونن برنامه رو اجرا کنن، مگه اینکه حالا یه سیستم داس بیارن بالا روی همون اجرا کنن. و اسناد حالا یه مقدار محتمل‌تره. اسناد ممکنه توی آرشیو همون کدینگ ایران سیستم باقی مونده باشه و هنوز تبدیلش نکرده باشن، پس آشنایی با این ایران سیستم زیادم بد نیست. همین که به گوشتون بخوره، پس فردا اگه گیرش شدید میتونید راحت‌تر برید و پیداش کنید و یادش بگیرید. خب این از ایران سیستم بود که توی دهه‌های 60 70 استفاده میشد. بعد مایکروسافت اومد ویندوز 1256 رو ارائه داد که میگن کد پیج 1256 و این تیکه دوم که 128 تا 255 بود و اختصاص داد به حروف الفبای عربی، فارسی و اردو. همونطور که میبینید برخلاف اون ایران سیستممون حالا اعداد فارسی رو نداریم داخلش، ولی واسه هر کدوم از حروف فقط یه شکل نوشتاری تعریف کرده که یکی از اون مشکلاتی که ایران سیستم داشت و حالا ظاهرا رفعش کرده. بقیه اکثر مشکلات رو رفع کرده دیگه، کمبود نویس‌ها رو حل کرده و کد گریز ایزو هم که اینجا مورد تایید ایزو هم مشکلی نداره و کار میکنه، میتونید ترکیب‌ها رو انجام بدید. و در نهایت اینم استفاده میشه در واقع امروزه و حالا اینجوری نیست که به تاریخ پیوسته باشه. این جلسه‌مون در رابطه با تاریخچه است، چون توی جلسات بعدی باید بریم سراغ یک کدینگ جدیدتر به اسم یونیکد و این چند تایی که تو این جلسه بررسی می‌کنیم دیگه با اون صورت استفاده نمیشه. ولی برخلاف ایران سیستم هنوز از این کدینگ 1256 استفاده میشه توی برنامه‌هایی که از یونیکد پشتیبانی نمی‌کنن و اگه از یونیکد پشتیبانی نکنه، مثلا سیستم عامل ویندوز میاد کدینگش رو به صورت پیش‌فرض 1256 قرار میده. حالا این 1256 دیگه میدونید تیکه اولش همون استاندارد اسکیه، تیکه دومش هم حالا این چیزایی که اینجا میبینید. فقط حواستون باشه توی ایران سیستم یادم رفت بهتون بگم، دیگه نمیگیم اکستندد اسکی ایران سیستم، میگیم ایران سیستم و مشخصی که تیکه اولش اسکیه، تیکه دومش این چیزایی که ایران سیستم تعریف کرده. در رابطه با کد پیج 1256 هم همینطور، نمیگیم اکستندد اسکی کد پیج 1256، همون میگیم ویندوز 1256 یا کد پیج 1256. در رابطه با اسکی هم همونطور دیگه، استاندارد قبلش نمیذاریم و میگیم اسکی و میدونیم همون 0 تا 127 همه جای دنیا به عنوان اسکی شناخته میشه و همین کد پیج 1256 هم همه جای دنیا به عنوان کد پیج 1256 شناخته میشه و دیگه نیازی نیست پیشوند پسوندی بغل اسکی بذارید. خب اینم از کد پیج 1256 بود. مایکروسافت واسه بقیه زبون‌ها هم دقیقاً همین کارو کرده. مثلا کد پیج 1252 داریم که واسه زبون‌های اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی و آلمانیه. یه مقدارش هم خالیه، حالا نمیدونم چرا خالیه، چون یکی از کاراکترهای مربوط به زبان آلمانی حالا اینجا نیست و میتونستن تو این خالی اضافه کنن، نمیدونم چرا تو این خالی اضافه نشده. ولی در نهایت اینم کد پیج 1252 که بدونید که حالا توی کشورهایی که مثلا با این کاراکترها کار میکنن، این کد پیج به صورت پیش‌فرض روی ماشیناشون تعریف میشه، البته اگه از یونیکد پشتیبانی نکنه اون برنامه‌ای که دارن باهاش کار میکنن. یونیکد حالا اومده همه اینا رو کنار هم قرار داده که توی جلسات بعدی در رابطه باهاش حرف میزنیم. نکته دیگه‌ای که اهمیت داره اینه که کد پیج‌ها
حالتهای مختلفی داره. این اعداد رو تغییر میکنه و کد پیج‌های مختلفی تشکیل میشه که میتونید برید در رابطه باش بخونید دقیقاً چه جوریه. حواستون باشه که بعضی از کد پیج‌ها وجود داره که تیکه اولش اسکی نیست و ممکن اون تیکه اولی مقدار فرق بکنه با اسکی. پس فکر نکنید هر جا کد پیج فلان 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 دیدید این تیکه اولش همیشه اسکیه. خب این هم کد پیج 1252 بود. این جلسه‌مون هم تموم شد. لینک کانال تلگراممون اینجاست. واسه انتقادات و پیشنهادات میتونید واسه هم ایمیل بفرستید و همینطور واسه حمایت از دوره میتونید به فنجون قهوه بهمون کنید. تا همینجا کافیه. خدا حافظ.